در بعضی از کنسرت ها به نزدیکی به من یک کوتاه نواری رو نشون دادن که نیم زیادی یک کنسرتی پر از فسادی که در آنجا رقص و سرود و برهنگی هست، زنهای سطردار هستند. خواهر با سطرش دارد میرقصد، گل میدهد، کار دیگر میکند. چی فایده دارد سطر تو؟ مگر تو همون برهنه نیستی که پیامبر گفتن کاسیاتون عاریات، پوشیده هست، در اصل این برهنه هست، کشاده هست، بی لباس است، که از این طرف سطر میکنی، از این طرف برعلا. یعنی گناهایی هست که عزیزان انسان پنهان آن را میکند، گناه میکند تک و تنها. آره او گناه هست، او گناهگار است، اما این گناه های پنهانی خیلی پایانتر هستند از گناه های برعلا که شما گناه را در بین مردم انجام میدهید. مجحر میگویند آنی که بین مردم فاسق است که این غیبت ندارد، کسی که گناه را شرم نداشته در بین مردم انجام میدهد. زنی حجاب داره که با حجابش در بین زن و مرد میرقصد، در کنسرت های پر از گناه و لشکران شیطان اشتراک میکند، حتی با اونجا پول خرج میکند. زنی که حجاب دارد و هزار و یک دروغ را برای بیزنس کسی یا برای طرف گرفتن کسی یا یک ظالم برآمده میگوید، این برعلا خیانت به دینت هست، خیانت به حجاب سرت هست. و برعکس حجابی که پوشیدی و این گناه ها را کردی، دو چند گناهی تو زیاد می شود در قیامت، که پیامبر مخصوص اینها را گفتن اینها حتی بوی جنت را نمی بینند. پس عزیزان وقتی یعنی این گونه سخنها هم زیاد است که فلانی حجابدار رو ببین، اصلا از یگان نفری حجابدار نباید ما به خود یک نمونه سازیم. الله در قرآن درباره مریم میگوید به ما، درباره آسیه میگوید، درباره دختران شعیب میگوید که با حیا راه میگشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی درباره زنها صحبت میکنند، آنهایی که اطاعت شوهر میکنند، آنهایی که طلب علم میکنند، آنهایی که برای اصلاح مردم حرکت میکنند در قرآن و سنت آمده است. نه درباره آنهایی که فقط حجاب دارند. یعنی با یک حجاب پوشیدن ما یگان جا رو اصلاح کرده نمیتوانیم. اصلا برادرانی که زنگیر هستند به حجاب دختران نباید فریفته شوند. چه خیلی گفتم کم نیستن حجاب دارانی که در اصل برهنه هستند. در بیرون حجاب دارن، در خانه حتی نماز نمیخوانند. در بیرون حجاب دارن، حتی شرط های طهارت را نمیدانند. و به این چیز یک بار پدر و مادر هم اهمیت دهند. پدر و مادرانی که میگه دخترکم باید سطر کنی، دمومش را هم باید بگوییم که چرا سطر کنی، چرا سطر کنی و بعد از سطر کردن چی کارها باید بکنی، تا که یک بچه که بیچاره رو با این کارمون حیاتش رو نسوزانیم که دخترک سطردار رو بزنی گیرد، بعدم ببیند که در اصل این از یک سرلوج یا گفتیم از یک تماما برهنه هیچ فرقی نداشته است. همون عقل است، همون خوی است، یا گفتیم همون اخلاق است، فقط این سطر دارد او سطر ندارد، دیگر هیچ چیز فرقی ندارد. در اینجا یک خیانت نیست، هم به حیات یک خواستگار و هم به خود دین و یک منافقی نیست. یعنی خواهرانی که سطر میپوشد، زنی تاجیکی که سطر میپوشد و میرقصد، در کنسرت ها اشتراک میکند، با هزار و یک دروغ و خودنمایی و کارهایی که پوچی بی‌معنی هست مردم را به اطرافش جمع میکند، یگان اصلاح برای مردم ندارد، یگان فایده برای مردم ندارد. این یک منافقی نیست؟